سلام. سلام. خوبین؟ خب بچه ها میخوام ازتون چند تا سوال بپرسم. اولین سوالی که دارم اینه که اگه یه مغازه داشتین دوست داشتین تو مغازتون چی بفروشین؟ من دوست داشتم که تو مغازم میوه بفروشم. میوه. تو چی؟ من خیاطی. خیاطی؟ چه جالب. خب حالا اسماتون رو یه دور به من میگین؟ دیاکو، کوشا. چه اسمای قشنگی. بچه چند سالتونه؟ 9 6. میدونین اومدین کجا؟ اینجا کجاست؟ اینجا تو میدونی؟ شهربازیه؟ شهربازیه. اگه اسمشو گفتیم نمیدونم. روشانو. خب روشانو. خب بچه یه سوال. اگر یه مزرعه داشتین و میتونستین چند تا حیوان توی مزرعه‌تون نگه دارین، چه حیوانایی رو نگه می‌داشتین؟ سگ. یکی. من دوست داشتم سگ، گاو و گوسفند نگه دارم. من سگ، گاو با خرگوش. خرگوش دوست داری؟ آره. بچه غذای مامان خوشمزه تره یا بابا؟ بابا. تو میگی بابا؟ کدوم غذا رو بیشتر از همه دوست دارین بچه؟ ماکارونی، لازانیا. اگه میتونستین یه چیزی اختراع بکنین چی اختراع میکردین؟ من یه چیزی که من سرگرم کنه همین. خب مثلا چی؟ مثلا یه دستگاهی باشه که مثل ربات باشه اما با اون بازی کنه. یه ربات همبازی یعنی؟ آفرین. چه باحال. تو چی؟ من یه رباتی باشه که همه کارمو کنه، هم درسامو بنویسه، هم منو بخونه، هم منو ماساژ بده. درسات هم بنویسه؟ آره. و تو چی کار میکنی؟ که من میشینم تو خونه راحت میگیره میخوره میخوابه. با اونم کارم میخوابونه. خب بچه خیلی ممنونم که وقت گذاشتیم به سوالای ما جواب دادیم. سلام، خوش آمدید. خوشگل. ما از بچه‌هاتون چند تا سوال پرسیدیم. خواستیم همین سوالا رو از شما هم بپرسیم ببینیم چقدر جواب شما به جواب بچه‌هاتون نزدیکه. اولین سوالی که از بچه‌ها پرسیدم این بود که اگه یه مغازه داشتن دوست داشتن توی مغازه‌شون چی بفروشن؟ چون بچه‌ها جوابای مختلفی به ما دادن میتونین بگین کدومشون چه جوابی داده. فکر کنم اسباب بازی. نه. نمیدونم. پلاستیک. دیاکو گفتش که دوست داره تو مغازش میوه بفروشه. کوشا هم گفتش که من دوست دارم خیاطی داشته باشن. جالب. اولین بار دارم میشنم. فکر کنم همینجا علاقه‌مند خیاطی شد. بعد ازشون پرسیدم که اگه یه مزرعه داشتن چه حیوانایی رو با خودشون توی مزرعه می‌بردن. هر کدوم از بچه‌ها 3 تا حیوان رو گفتن. کوشا به پرنده خیلی علاقه داره. خود حیوان رو بگم یعنی؟ آره 3 تا حیوان گفتن دیگه. 3 تا حیوان گفتن. سگ، بعد مرغ، عروس هلندی. نه دیاکو سگ و گاو و گوسفند رو با خودش میبره. کوشا جان سگ، گاو و خرگوش رو با خودش میبره. یعنی اصلا پرنده خرگوش. بعد ازشون پرسیدم که غذای مامان خوشمزه تره یا بابا؟ غذای بابا.
به نظرتون هر دو گفتن بابا؟ دیاکو گفته مامان، کوشا گفته بابا. آفرین، دقیقاً همینجوری جواب. بابا. بعد پرسیدم که چه غذایی رو بیشتر از همه دوست دارن. کوشا تون ماهی دوست داره. دیاکو همه چی تقریبا دوست داره. قرمه سبزی دوست داره. متاسفم هیچ کدوم از این غذا نبود. کوشا ماکارونی رو انتخاب کرد. لازانیا. لازانیا به عنوان غذای مورد علاقه‌اش. و آخرین سوالی که ازشون پرسیدم این بود که اگه می‌خواستن مادر نمونه من. آخرین سوال این بود که اگه میتونستن یه چیزی اختراع بکنن چه چیزی اختراع میکردن؟ بچه‌ها هر کدوم یه چیز مختلف رو گفتن. حالا شما میخواین اول دیاکو رو حدس بزنین که بعد بریم کوشا. دیاکو احتمالاً یه چیز اختراع کرده که مشقاشو بنویسه. یکم نزدیک جواب. یه دستگاهی باشه که مثل ربات باشه اما با اون بازی کنه. نمیتونم حدس بزنم. کوشا رو چی؟ کوشا احتمالاً همون دستگاه اختراع کرده که مشقاشو بنویسه. آره دقیقاً. دیاکو یه دستگاه یه رباتی یه رباتی باشه که همه کارمو کنه، هم درسامو بنویسه، هم منو بخونه، هم منو ماساژ بده. بده که بتونه استراحت کنه. خیلی ممنونم. باغ وحش، باغ وحش، باغ وحش، باغ وحش، بال فرش. باغ وحش، باغ وحش، باغ وحش. باغ وحش. آفرین. صخر نوردی، صخره نوردی. استخر توپ، استخر توپ، استخر توپ، استخر توپ. مهربان، پله باد. مهربان، 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 پله باد. مهربان، مهربان، مهربان. نمیفهم. مهربان، مهربان. بگو بازم بگو. مهربان، مهربان. نمیدونم. پله باد. چی گفت؟ مهربان. مهربان. بیا خداحافظی کنی. مرسی.